استعذ بالله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. السلام عليكم برادران، خواهران، استادان، بزرگان، سیدزادگان، هموطنان عزیز، جوانان محترم. قبل از همه تشکر کنم قدردانی و برادران و دستاندرکارانی که این نشستی سیاسی را پیاده بود و آرزو کردن تقدیم بدارم و در رأس همشون از برادرمون محمدی و رئیس نهایی دولتی که در دوران رئیسیش تلاش بود که کار می‌فرمید که چاره‌بینی هایی که نظر داشت بسیار سعی تلاش زیادی داشت. سلامت باشه، خداوند این را خالص برای خودش بگردونه و منفعت جهان برای ما و شما برای حرکت ما و برای هموطنان قرار گیرد. دوستان عزیز، موضوعی که من امروز اختیار کردم نهضت اسلامی تاجیکستان، حرکت دینی سیاسی و موضوعی که اینجا هم دوستان اختیار کردن درباره 50 سال مبارزه، شهادت و هجرت هم این خیلی موضوع مهم است که باراش خیلی هم فکر بکنیم و خلاصه آنچه هست که در این حرکت دیدش می شود. خب هر گونه حرکت سیاسی، دینی یا اینکه دین دنیوی باشد، دارای هدف و وسیله یا اینکه به اصطلاح امروز است و تیکر و تکتیک می باشند. حرکت‌های سکولاری اگر دنیوی را بگیم از مکتب‌های مادی منشأ می‌گیرند. حرکت‌های دینی مخصوصاً دین اسلام از تعلیمات الهی منشأ می‌گیرد. مکتب پیامبران خداوندی علیم و حکیم و دانا و جزء کل هستی و بشری. برخلاف مکتب‌های دنیوی سکولاری یا اینکه لیبرالی، ارزش‌های معنوی در مکتب‌های انبیای الهی اصل و محورهای اساسی می‌باشند. در مکتب‌های دینی مسائل مادی و دنیوی همچون وسیله استفاده می‌شوند، نه هدف. شعار مکتب دینی هدف پاک و خدایی است، وسیله نیز باید پاک باشد. بنابراین در مکتب‌های مادی دنیوی بر این نظرند که هدف وسیله را تنظیم می‌سازد، یعنی تبریئه می‌سازد. در مکتب یا تعلیمات دینی استفاده وسیله غیر شرعی حرام است و قطعاً ممنوع می‌باشد. هیچ گونه هدف وسیله حرام را حلال و جایز نمی‌گرداند. استعیذ بالله. وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. در آنچه خدای تو برایت عطا کرده است جهان آخرت را بجوی و نصیب و حصه خود از دنیایت را فراموش نکن و همچنان که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن و در زمین از پی فساد مباش که همان خدای تو فسادکاران را دوست نمی‌دارد. مکتب‌های مادی حاکم دنیای امروزه یعنی مکتب لیبرالی میتوانیم بگیم که دموکراتی که امروز ادعا میکنند با منطق غلط گویا در جهان ارزش‌های به نام والای دموکراسی را
حاکم می‌سازد، عبارت‌های دروغین که حقوق بشر، دموکراتیا، آزادی و غیره را هدف نه شعار قرار داده و با این بهانه خود اجازت داده است که میلیون ها انسان بیگناه را در شرق و در جنوب و شمال کره زمین قتل و غارت نماید، از بین ببرد. نمونه اخیر این جنایت ها، این قتل و کشتار، سوختار و علمگوار و از بین بردن فلسطینی ها در سرزمینشان در غزه می باشد که تا حال این شب و روزها هم دوام دارد. خب نهضت اسلامی تاجیکستان جزئی مکتب پیغمبران الهی. نهضت اسلامی تاجیکستان در عصر گذشته در دهه 70 قرن 20 عرض وجود کرد. در پیروی از مکتب دینی و پیغمبران الهی کار و فعالیت خود را شروع کرد. نهضت اسلامی تاجیکستان در ابتدا و یک تنظیم برنامه تعلیمی یا اینکه درسی وحدت طالب علمانی، تمام طالب علمانی که در نزد علمای دین، ملاها و داملاها تعلیم میکردن ایجاد کرد. ارتباط با کل دانشجویان مکتب و دانشگاه‌های رسمی، دانشمندهای ساحه‌های گوناگون از قشره‌های گوناگون، وطن دوست یا که میهن دوست میگیم، حالا زیایی میگیم، اینها رو برنامه‌ریزی کرد و عملی نمود. با استفاده از این برنامه‌های درسی در درس‌های خودش فن‌های نوی خودشناسی، انگیزه ملی، وطنداری، استقلالیت، برابر حقوقی، برابر زیستی و با دیگر قشرهای جامعه را در قلمرو اتحاد شوروی جای کرد. با استفاده از این درس‌ها، از این فن‌ها در توی معرکه‌ها، چاره‌بینی‌ها، مراسم‌های مردمی دینی این مفهوم‌ها را عمومی کرد و در بین مردم در مسیر کرده تاریخی خودش گرفتاری‌های زیادی را تجربه کرد و مشکلات زیادی را از سر گذراند و اونها را حل کرد. ببینید در ابتدا مسئله ملاهای نو کهنه به وجود آمد. وهابی و یک گروهی که مثلا مذهب درآمدن و دیگرگون شدن یا که دیگر راه را گرفتن، این را حل کرد. وحدت علما در تاجیکستان را ایجاد کرده بود که پرسترایکا حکومت، مسئله بیکار شدن بند ششم قانون اساسی اتحاد شوروی و اجازه بسیار حزبی تلاش کرد برای به وجود آوردن یک حزب رسمی را که توانست حزب نهضت اسلامی اتحاد جماهیر شوروی را تأسیس بگیرد و این را توانست که کنفرانس شکل درآمد و تأسیس بگیرد. و البته برای همه معلوم است که خب آزادی در همه جمهوری ها برابر نبود و استثناء تاجیکستان در دیگر کشورها نهضت اسلامی تاجیکستان بسیار مشکلات زیادی را در اینجا متحمل شد. خب این کار انجام نیافته، نو کار را شروع کرده بود که فروپاشی اتحاد شوروی به وجود اومد، استقلالیت، ادعای استقلالیت که البته این آرمان اساسی نهضت بود، آرمان اساسی در برابر دیگر برنامه‌هاش آزادی و مستقل بودن کشورش بود. خب اکنون ببینید که در این آزادی که نهضت خواهان او بود، بیداری مردم به نزاع‌ها کشیده شد، به جنجال‌ها کشیده شد
در حالی که همون بیداری در کشورهای بلتیکی در این طرفهای لیت و لطف استان در دیگر جاها استقبال میشدن، اما در اون جنگ تشکیل شد به یک نزاع و آورده رسانده شد به یک جنگی تحمیلی که چند سال دوام کرد. و فراموش نکنیم که نهضت اسلامی تاجیکستان در این جنگ داخلی در برابر دیگر قوا نیروهای دموکراتیک در اون جبهه از اونها بیشتر کرده، بیشتر زیان، زحمت یا این خسارات جانی و مالی را داده است. استعیذ بالله قل ای شیء اکبر شهادة قل الله شهید بینی و بینکم صدق الله العظیم. بگو کدام چیز برای شهادت آوردن بزرگتر است؟ بگو الله، همان او شاهد بین ما و شما است. ببینید که شهید شدن و الله شاهد بودن، یعنی همین شهیدایی که ما دادیم در برابر خودش، در جلوی خودش ما را قرآن کرده که همین ارزش را دارند، همین هدف، همین راه، همین حرکتی اینها رفتند شهید شدن و شما میراث‌دارای اونها رفته صدیقی مسئولیت به اهداف شما و کیفای شما آمده است، بدونید که اونها همین ارزش و همین مقام دارند. دوستان عزیز، درباره هجرت این رو باید بدانیم که هجرت فرار و گریختن از مسئولیت یا که از مشکلات نیست، یا که به یک جای تنگ رفتن نیست. هجرت سرش پیغمبر است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اصحاب کرام رضوان الله علیهم اجمعین هجرت کردند. هجرت بارها بالای امتی مسلمه آمدگی هست. هجرت معنای زیادی را دارد، اما در این جایی که ما هستیم، هجرت معنای هجرت جمع کردن نیرو، قدرت و دوام دادن راه خود برای رسیدن برای مقصد است. فراموش نکنیم. بنابر آن هجرت از خود راه و اسلوب و قاعده های دارد و ما آن را در هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌بینیم و آن را مراجعه کرده شد. پیغمبر ما یک گروه را در صدر اسلام به حبشه روی کرد. خودش به طائف رفت، با قبیله های مختلف سفر کرد. در نهایت به یثرب رفت که بعد از رفتن رسول صلی الله علیه و سلم آن نام مدینه منوره را گرفت. این همه به خاطر جلب جانبداران و گرد آوردن نیرو برای ادای مسئولیت رسالت الهی بود، برای هدایت مردم، برای رهایی آنها از ضلالت. در هجرت که هست اصلا ما علمی چند چیز را می‌بینیم. یک، اختیار مکان مناسب و کجا رفتن در برآوردن یا اینکه ذخیره کردن افراد قابل خود. خب در اون وقت بنای مسجد بود. حالا ما یک مرکز اگر واحدش بگیم برای مسلمانان یا اینکه برای همفکری، بنای مسجد یعنی خانه خدا برای یک مرکز واحد و بنیاد عقیده در اون وقت بود. حالا ما نمیدونیم که ایدهش میگیم یا فکرش میگیم، فکر و یک عقیده و یک ایده واحد، ایجاد برادری بین مهاجران و اون انصاری که در اونجا بودند. خب همبستگی نوعی که بر اساس ایمان بود. حالا ما همبستگی بر اساس چیزی که داریم، اینها در هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خب یک بستن یک سلسله معاهده ها، شرطنامه ها و این چیزهایی بود که با گرد اطراف یهود و دیگرها پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کرد. یعنی هجرت همین چیزهایی است که ما می‌بریم امروز با اون چیزهایی که ما برای ما لازم است در شرایط امروزه، تمدن امروزه باید که از اونها در این هجرت استفاده شد. اینجا مناسب است دوستان عزیز باید اقرار بکنیم و یادآور شویم که نهضت اسلامی تاجیکستان در گرد آوردن اسناد ضروری جنایت‌های کرده امام علی رحمان و کمانده‌اش در قدرت و تقدیم آنها به دادگاه بین‌المللی جنایی در غزه، این را یادآور شویم و من همه شما را، رئیس محترم را، اعضایان و طرفداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را، هموطنان را تبریک می‌گویم که اخیراً این کار انجام شد و به این دادگاه بین‌المللی
این اسناد سپرده شد. خب خیلی این یک اقدام بزرگ است، جویی است که جنایت های این مخلوق را و حکومتداران خائن به وطن ملت را آشکار میکنند. از این پس بعد این مردم ملت ما میداند که رئیس جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوان نجات بخش دولت و ملت یا اینکه سیاره و دیگر نه، بلکه یک جنایتکار و همزننده صلح و وحدت، خائن به دولت و ملت است. ما می‌دانیم که از این تطبیق مکارها، این گونه فعالیت‌ها که در هجرت انجام می‌شوند، یکی از همون چیزهایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم انجام داده بود بیشتر می‌شوند و ما می‌توانیم انشاءالله با اونها به وطن برگشتن، گفتن فرهنگ اینها چطور می‌شوند انشاءالله ما رو می‌تواند که کشور منظر بگرداند. السلام علیکم. تشکر میکنیم از وکیل